و الله تعالی علیم و حکیم هست گفت. علیم صیغه مبالغه کلمه عالم، یعنی الله تعالی عالم نیست، نهایت علم دار است، بی نهایت صفت علم الله تعالی حد و کنار ندارد. الله تعالی به همه چیز عالم است. بعضی چیزها را میداند، بعضی چیزها را نمیداند، نماند عالم ها. الله تعالی علیم است گفت. بعد گفت که حکیم است گفت. حکیم فرق میکنه از علیم. یک آدم ممکن عالم شود و حکیم نباشد. عالم شخصی که همه چیز را میداند، لیکن حکیم نیست. حکیم همون چیزی میدانستگی خود را در جای خود استفاده بردن، این حکمت است. بنابراین الله تعالی گفت که و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی که حکمت داده شد، اون علم، اون چیزی بسیار داده شد، خیری بسیار داده شد.